درود بر بینندگان. تو این درس یاد میگیرین که چجوری میشه مستطیل اجرا رو ادامه دارش کرد. مثلا وقتی شما این برنامه رو اجرا میکنین، اول تو مستطیل اجرا خب این دوتا کامنتار ظاهر میشن. ببینید این دوتا هر جفتشون کامنتار هستن اینجا، با اینکه این فرمول هستش، ولی خب چون من تو درس قبل گفتم اون چیزایی که بعد از سه آوت بین این دوتا میان بهشون کامنتار میگن. خب که در واقع اینجا از شما میخواد که یه عددی رو وارد کنین اینجا و چشمک زن هم اینجا در واقع قرار میگیره که حالا من 3 رو مثلا دادم، ولی خب این بالایی این فرموله در واقع اطلاعاتی هست که به شما میگه که اون عددی رو که شما اینجا میدین قرار باش این اتفاق بیفته، یعنی در خودش ضرب بشه یا به توان 2 برسه و بعد تقسیم بر 2 بشه. ولی خب این فرمول همونطور که گفتم ساختار یعنی یک کامنتار هستش و تأثیری رو عددی که شما میدین این خودش نداره، یعنی خود سیستم C++ اینو به عنوان کامنتار میبینه. خب این عدد دلخواهی رو هم که میدیم اسمش رو، حالا هر عدد دلخواهی که اینجا میدیم اسمش رو x میذاریم و اینو جزء فلوت قرارش میدیم و بعد اینجا با اندل در واقع اینجا با اندل یه فاصله داریم که اینجا هم میبینیم که یه فاصله در واقع اینجا میفته که بین جواب این حاصل و این قسمت هایی که بالا داشتیم فاصله باشه. و حالا اینجاست که با این فرمول داده شده اینجا در واقع اینجاست که نرم افزار یا سیستم C++ میدونه که باید با عدد داده شده بالا چه کار کنه. این بالایی کامنتار بود ولی این پایینی در واقع. خب حالا اگه این بالایی رو ما اینجا هم اینا رو هم اینجا قرار نمیدادیم، خب بازم سیستم دچار مشکل میشد، چون اول باید این اتفاق ها بیفته، یعنی عدد باید داده بشه تا بعد بدونه که سیستم باید با عدد داده شده چیکار کنه. حالا چیز دیگه هم که هست، خب بعد از اینکه هم این حاصل نوشته شد اینجا میبینین با اندل میریم به سطر بعد و سطر بعد این نقطه ها رو داریم که نشون میدن محاسبه تموم شده. و حالا مشکلی که اینجا وجود داره اینه که برای هر عدد و هر محاسبه‌ای باید یه بار این مستطیل اجرا باز و بسته بشه و محاسبه های قبلی هم همه محو میشن. که خب برای اینکه این مشکل حل بشه میتونیم این برنامه رو به این صورت بنویسیم که ببینین اینجا یه 2 وارد میشه و اینجا یه وایل اضافه شده که این 2 یعنی انجام دادن و وایل یعنی تا موقعی که. پس در کل اینجا داریم این قسمت رو در واقع این قسمت رو تا زمانی که اینجا با وایل مشخص میشه تا زمانی که x مساوی با 0 نیست انجام بده. که خب تو درس قبل یا 2 درس پیش داشتیم که این علامت یعنی مساوی نبودن. خب پس قسمتی رو هم که به عنوان 2 داریم حتما باید این قسمت تو گیومه باشه، این قسمتی که به عنوان 2 هستش و وایل باید بیرون از گیومه باشه و در آخرش باید حتما این آپوستروف بیاد و الا وگرنه برنامه اجرا نمیشه. و خب نکته دیگه هم اینه که برای اینکه این 2 عمل کنه حتما در آخرش باید یه وایل آورده بشه وگرنه برنامه اجرا نمیشه. حالا اگه بخواین که همه اعداد حتی 0 هم باعث اتمام برنامه نشه،
میتونین مثلا اینجا تو این پرانتز به جای 0 یه دونه 0.10 به این شکل قرار بدین که در اون صورت حتی خود 10 هم باعث اتمام برنامه نمیشه و این هم مستطیل اجراست که خب اینجا میبینین مثلا 2 رو من دادم، بعد اینتر رو که زدم ببینین جواب رو نوشت، 2 رو ضرب در 2 کرد، 4 تقسیم بر 2 بعد دوباره از شما یه عدد میخواد 5 و بعد اینتر ببینین جواب و بعد دوباره یه عدد میخواد 11 و حالا این پایین در آخر من اینجا که این الان مشخص نیست من 0 رو دادم ببینین تا اینجا اومد، بعد دوباره عدد خواست، من اینجا 0 رو که دادم بعد حاصل رو 0 که نوشت، اینجا دیگه اون موقع بود چون ایکسی که ما اینجا دادیم 0 دو خب حاصل رو نشون میده که 0 ضرب در 0 0 0 تقسیم بر 2 0 اینو نشون میده ولی دیگه تموم میشه. خب اینجا هم دوباره همون برنامه بالا رو داریم که این برنامه رو که بالا داشتیم میتونیم به این شکل هم بنویسیم، یعنی دو رو حذفش کنیم و این وایل رو از پایین بیاریمش بالا که خب وقتی وایل میاد بالا این نقطه کما که حالا بهش آپوستروف یا حالا هر چی میگن این یکی حذف میشه ولی آکولات و بقیه چیزا سر جاشون میمونه که خب بعضی وقتا هم من به این گیومه گفتم ولی این آکولات هستش و خب چیز دیگه ای که هست وقتی که ما این برنامه رو اجراش میکنیم میبینیم که برنامه به این شکل ظاهر میشه. ببینید یه چشمک زن اومد اونجا که من 6 رو دادم. حالا وقتی این برنامه به شکل نرمال به این شکل اجرا میشه اینجوری اول این قسمته میاد یه چشمک زن اینجا میاد و بقیه چیزها که بالا داشتیم حالا، ولی وقتی به این شکل اجرا میشه یعنی 2 هست میشه وایل میاد بالا، در اون صورت همونطور که دیدیم به این شکله که وقتی که یه عدد دلخواه مثل 6 رو هم میدیم و اینتر رو میزنیم برنامه تموم میشه و پس اینجا یه مشکل هست. مشکل هم اینجاست که وقتی 2 هست میشه و وایل میاد بالا، وقتی تو قسمت شرط رابطه متغیر نسبت به 0 رو داریم ببینید این متغیر ماست، وقتی رابطش اینجا نسبت با 0 تعیین شده که خب این رابطه ها میتونه مختلف باشه، مثلا x مساوی نباشه با 0 x مساوی باشه با 0 متغیر بزرگتر از 0 باشه متغیر کوچکتر از 0 باشه هر چی میتونه باشه، ولی خب رابطه نسبت به 0 اینجا مهمه که در اون صورت باید به متغیر این بالا ببینین یه عدد دلخواه بدیم که چون تو این برنامه تعیین کردیم که میخوایم متغیرمون که x جزو فلوت باشه پس هم میتونیم به x یه عدد صحیح حالا چه مثبت چه منفی و هم یه عدد ارشایی چه مثبت چه منفی بدیم که خب من اینجا مثلا یه عدد عجیب غریب مثل منهای 3.78 رو انتخاب کردم که خب این حالا شما این برنامه رو که اجرا کنین دقیق اون اتفاقی که میافته اتفاقی که اینجا میافتاد یعنی تو فرم نرمال و این x مساوی با منهای و این منفی 3.78 یا هر عدد دیگه هیچ تاثیر محاسباتی رو اجرای برنامه نداره و فقط باعث میشه که اتفاقی رو که این وسط داشتیم دوباره تکرار نشه که خب اینجا هم شما میتونین برنامه رو ببینین ادامه رو میشه ببینین مثلا ببینین همه چی نرماله 3 میدیم جواب این میشه 9 میدیم جواب این میشه مثلا منهای 7.6 میدیم جواب این میشه و تا اونجایی که خودمون 0 بدیم که تموم بشه یا مثلا این ضربه در رو بزنیم که صفحه بسته بشه. حالا اگه اینجا این وسط شما هر عدد غیر از 0 بذارین اینجا تو قسمت شرط مشکلی پیدا نمیشه و دیگه هم دادن عدد به متغیر لازم نیست.
لازم نیست که اینجا بیان. اگه هم یه وقت مشکلی، یعنی خب منظور اینه که یه عددی حالا هر چی x مساوی هر کدوم از این رابطه ها با مثلا 1 2 3 4 5 هر عددی که باشه، حالا اگه هم یه زمان مشکلی به وجود اومد، باید به متغیرتون بر حسب اینکه جزء چه متغیری از متغیرهای سیستم، حالا فلوت، اینتجاز یا هر چی دیگه، یه عدد دلخواه بدین. خب این یکی هم برنامه ماشین حساب از درس‌های قبلیه که اینجا برای اینکه مستطیل اجرا هر بار باز و بسته نشه و محاسبات قبل هم از بین نرن، میتونین یه دونه دو ببینین این بالا قرار بدین و در آخر هم تعیین کنین که زمانی با اینجا وایل میتونین تعیین کنین، مثلا حالا برای مثال تعیین کنین زمانی این عملیات باید تموم بشه که مثلا عدد اول تا زمانی که عدد اول مساوی با 0 نیست و عدد دوم هم مساوی با 0 نیست، این عملیات باید همینجور تکرار بشه که خب عامل دومی هم که میتونه اجرا رو تموم بکنه در واقع این دیفالت هستش. اینجا دیفالته که اگه علامتی غیر از این علامت هایی که اینجا داریم، این 4 علامت وارد بشه، در اون صورت برنامه دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه و این هم مستطیل اجراست. خب اینجا مثلا همیشه اول عدد میخواد 5 مثلا تقسیم بر 7، اینجا هم 7. خب جواب میاد، بعد دوباره یعنی این ترو که زدیم جواب میاد که علت اینقدر فاصله زیادم به خاطر اندل های زیادی که من اینجا آوردم. میبینین 2 تا اندل هر دفعه اومده که فاصله ها زیاد باشن. خب بعد دوباره از ما عدد میخواد که همونطور هم که تو درس قبل گفتم میتونیم اصلا همه اینا رو پشت سر هم بیاریم، یعنی به جای اینکه هی ثبت کنیم که 5 بعد دوباره تقسیم بر، میتونیم 5 تقسیم بر 7 تو همین اول بنویسیم، ولی بعد که اینتر رو میزنین اول مینویسه یکی از این علامت ها رو وارد کنین و بعدم عدد دوم و بعد حاصل میاد. ولی خب به هر حال اینجوری خیلی سریع تره، یا مثلا 6 ضرب در 3 و نیم که اینجا هم میبینین سریع جواب میاد، و یا مثلا 4 دوباره ثبت کنیم، مثلا منهای اینجا هم 12 جواب میشه منهای 8. حالا اینجا اگه 0 بنویسیم، 0 مثلا به اضافه 0، ببینین در اون صورت دیگه تموم میشه، به خاطر اینکه همونطوری که داشتیم این عملیات تا زمانی ادامه پیدا میکنه که x مساوی 0 نباشه و عدد اول مساوی 0 نباشه و همینطور هم عدد دوم. خب اینجا تو مثال بالا هم اگه بخوایم این شرطمون رو بدون دو بیاریم و با فقط وایل بیاریم، در اون صورت چون اینجا هر دو متغیر ما مساوی با در رابطه با 0 هستن، بنابراین تو اجرا مشکل به وجود میاد اگر این قسمت رو نداشتیم. ولی چون x و y رو ما مساوی با عددهای دلخواه کردیم، حالا 1 2 3 هر عددی، بنابراین مشکلی اینجا پیش نمیاد. ولی خب میتونستیم من به این x و y اینجا عددی ندیم در شرایطی که مثلا فقط یه متغیر اینجا در رابطه با 0 داشتیم، حالا چه میخواد x بود چه میخواد y بود، ولی فقط یکی اون یکی دومی نباشه، یا مثلا یکیشون در رابطه با 0 باشه اون یکی دیگه در رابطه با یه عدد دیگه باشه، مثل 1 2 3 4. در اون شرایط هم لازم نیست که این x و y در واقع بهشون یه مقدار دلخواه داده بشه، که خب به هر حال خودتون هم میتونین شرایط مختلف رو امتحان کنین. هر جا که مشکلی به وجود اومد
باید به متغیر اینجا عدد بدین، عدد دلخواه، که مشکل حل بشه. خب اینجا هم یه برنامه دیگه رو داریم که اینجا تعیین شده که این قسمت، یعنی این دوی ما، تا زمانی که x بین 0 و 10 هست ادامه پیدا میکنه. که خب برای اینکه اینو بهتر بفهمیم اینجا مستطیل اجرا رو داریم. خب ببینیم مثلا اینجا یه عددی مثل 12 رو میدیم، وقتی اینتر رو میزنیم 12 ثبت میشه و بنا تموم میشه. چون شرط ادامه دار بودن این همونطور که گفتم اینه که x بین 0 و 10 باشه و 12 تو این محدوده نیست که برنامه بخواه همینطور ادامه پیدا کنه. همینطور هم وقتی مثلا یه عدد منفی بدیم که عدد منفی هم تو این محدوده اصلا نیستن، مثلا مثل منهای 5. حالا فرض کنیم یه عددی بدیم که تو این محدوده باشه مثل 5، ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید این بنا همینجور میره پایین، دائم در حال تکرار شدن. این 5 هیچ وقت تموم نمیشه، تا ابد ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه شما این ضربه در اتمام رو بزنید که صفحه بسته بشه. خب که در واقع میشه گفت تو این شرایط یه حلقه تموم نشدنی رو داریم اینجا. این حلقه همینجور ادامه پیدا میکنه، دور خودش میچرخه، چون شرط اتمام حلقه که اینه هیچ وقت اجرا نمیشه. یعنی این ایکسه هر بار که برنامه هی میاد هی به 5 میخوره، هی به 5 میخوره. اینکه خارج از این محدوده بشه اتفاق هیچ وقت نمیفته. خب حالا اگه به این برنامه به این شکل یه دونه، در واقع این هم دقیقا همون برنامه بالاست، منتها اینجا یه x به اضافه اینجا اضافه شده که خب زیمیکولون هم حتما باید در آخرش بیا. این زیمیکولون خیلی مهمه، همه جا باید باشه. وقتی حالا چه اتفاقی اینجا میافته؟ وقتی عددهای خارج از این محدوده رو بدیم، مثلا مثل 12. الان ببینین ادامه این برنامه رو ما نگاه کنیم. الان برای این قسمت مثلا 12 دوباره همون اتفاقی میفته که بدون x به اضافه داشتیم. ولی حالا اگه یه عدد تو این محدوده رو بدیم، تو این محدوده مثل دوباره 5 رو بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینین 5 رو که دادیم، در واقع وقتی اینتر رو میزنیم اول 5 نوشته میشه. خب بعد در اجرای بعدی یعنی برنامه میاد اینجا 5 رو اول مینویسه، بعد میخوره به این x به اضافه، یکی به 5 اضافه میشه، دوباره برمیگرده میاد اینجا، این دفعه 6 رو مینویسه، بعد دوباره میخوره به این میشه 7، دوباره میاد اینجا و تا به 9 میرسه. به 9 که برسه اینجا یعنی 9 شد، دوباره خواست بیا میشه 10 که چون 10 جزء این محدوده نیست برنامه تموم میشه. خب این هم بهتره که سبز باشه. خب حالا اگر که ما همینجا تو این برنامه که اینجا داریم اگه یه -1 رو بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا این بود، حالا ببینیم -1 رو بدیم، -1 میبینیم که برنامه تموم میشه. خب علت اینه که خب وقتی -1 اینجا ثبت میشه، میاد اینجا به x به اضافه که بخوره، خب میشه 0 و 0 جزء این. ببین اینجا گفته x باید بزرگتر، ولی ننوشته که x میتونه مساوی با 0 هم باشه و برنامه تموم شه. ولی خب حالا اینجا فرض کنیم این همون برنامه است، منتها اینجا x بزرگتر یا مساوی با 0 رو داریم. ببینیم اینجا وقتی که -1 رو میدیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید تا 9 میره و جا -1 0 1 2 تا 9 میاد. و
خب اینجا هم یوتیوب رو داریم که تو قسمت جستجو آموزش C++ رو که بنویسین میتونین کانال منو درسام رو توش پیدا کنین و اینجا هم مبحث تموم میشه و خداحافظ.